بین المللی زلزله نگاری خبر دادند که شب 15 دکبر ساعت 9:17 با وقت تاجیکستان یک زمین لرزه شدید جنوب این کشور را تکان داده است. بنا به گزارش‌ها شدت زمین لرزه در مرکزش 22 کیلومتری جنوب شرقی چوپک، یک موضع واقع در حدود ناحیه همدانی در مرز تاجیکستان با افغانستان، طبق جدول ریختر 4.8 بال را تشکیل داده است. درباره کدام خسارات بر اثر زمین لرزه گزارش نشده است. تاجیکستان در منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده، هر سال در قلمروش صدها زمین‌جنبی ثبت می‌شود. از جمله مرکزهای بین المللی زلزله نگاری تنها در یک هفته اخیر در قلمرو تاجیکستان دو زمین لرزه شدتش طبق جدول ریختر از 1.5 بال زیاد، در یک ماه اخیر 19 چنین زمین لرزه و در یک سال اخیر 198 زمین لرزه ثبت کردند. یادآور می‌شویم دوم ایول سال جاری بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن ناحیه تاجیک‌آباد به هلاکت رسیده. در این ناحیه و ناحیه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.